حتما بارها شنیدید که موسیقی از 7 نوت تشکیل شده: دو، ر، می، فا، سل، لا، سی، یا همون کلیدهای سفید پیانو. در حقیقت 5 نوت فرعی هم وجود داره که بین نوت‌های اصلی قرار گرفته: دو دیز، ر دیز، فا دیز، سل دیز و لا دیز، یا همون کلیدهای سیاه پیانو که خوب دقت کرده باشید بین 2 تا از نوت‌ها نوت دیز وجود نداره: نوت می تا فا و سی تا دو. با همین توضیح ساده متوجه میشیم که چرا بین بعضی از کلیدهای سفید پیانو کلید سیاه وجود نداره. حالا این نوت‌ها دقیقاً چی هستن؟ جواب فرکانسه. در واقع هر نوت یک فرکانس صداییه. پس بین نوت‌ها فاصله فرکانسی وجود داره. واحد اندازه‌گیری این فواصل در موسیقی پرده نامیده میشه و در موسیقی غربی هر پرده به 2 نیم پرده تقسیم شده. در ساز گیتار به هر کدوم از این بخش‌ها میگن فرت و فاصله هر فرت تا فرت بعد نیم پرده است.